سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، نظامیانی برای حفاظت از حکومت ولایت فقیه و همچنان یکی از بازوهای اقتصادی ولی فقیه که بیش از 1/3 کل اقتصاد ایرانو در دست گرفته. همچنین صدها شرکت به عنوان زیرمجموعه‌های سپاه در بخش‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. مهمترین اونها زیرمجموعه اقتصادی سپاه قرارگاه خاتم الانبیا است که خودش از 835 شرکت تجاری تشکیل شده و دارای 650,000 نیروه. به صورت مستقیم با قرارگاه خاتم الانبیا 5,000 تاجر و کارفرما همکاری میکنن. اما جالبه بدونید که سود قرارگاه خاتم الانبیا نه به اقتصاد ایران بلکه به کشورهایی که سپاه در اون فعالیت نظامی داره میرسه. بعد از دخالت نظامی سپاه تو سوریه، قرارگاه خاتم الانبیا میلیاردها دلار بی حساب و کتاب تو این کشور جنگ زده هزینه کرد. از بین اونها قرارداد خط نفت و انرژیه که از عراق با عبور از سوریه تا لبنان امتداد داره و به سواحل دریایی مدیترانه میرسه. سپاه بیش از 10 میلیارد دلار برای این پروژه هزینه کرده. همچنین قرارگاه خاتم الانبیا برای بازسازی 5